اینجا بود که وقت این آیه نازل شد و آخرین منهم لما یلحقوا بهم، صحابه سوال کرد یا رسول الله، در صحیح مسلمه، سوال کردند یا رسول الله و آخرین منهم کیا هستند که هنوز نیامدند؟ 3 بار سوال کرد، رسول الله صلی الله علیه و جواب نداد. بار سوم سلمان فارسی نشسته بود، پیامبر علیه السلام دست مبارکش را زد به این شانه سلمان فارسی، گفت اون آخرین از قوم این آقا هستند، از قوم این آقا هستند. نگفت، گفت رجال من ابنای فارس، از ابنای فارس، نگفت از ابن فارس. الان آمدند میگه علم فقط در یک امامی جمع شده. پیغمبر ابنا فرزندان فارس این علم را جمع میکنند. فرزندان فارس کیند؟ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجه، قزوینی، ابن حبان، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمه، امام دارقطنی، یہ همه فرزندان سلمان فارسی اند، ایرانی اند، همه ایرانی اند. همه امام ابو حنیفه رحمه الله یکی از اونها است. ابنای فارس گفته، ابن فارس نگفته که یکی از فرزندان سلمان فارسی. فرزندان این سلمان فارسی میآیند، اگر علم به ثریا برود میارند علم را برای امت جمع میکنند. که جمع کرد علم را؟ 16,000 کیلومتر از سمرقند و بخارا تا مکه و مدینه سلمان کی مسافرت کرد؟ کی بود؟ امام بخاری رحمت الله علیه بود. 16,000 کیلومتر از شرق تا غرب رفت، علم حدیث را جمع آوری کرد. امروز هیچ برای ما ارزشی ندارد. بگه امام بخاری فقیه نبوده، تو فقیه بودی، ای جاهل، تو فقیه هستی. امام بخاری فقیه نیست. مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داود، همه این ائمه سته و غیر ائمه حدیث، چقدر این ائمه حدیث؟ 1712 امام ائمه حدیث داریم، از ابوبکر تا ابن حجر. اینا ائمه حدیث نیستن، اینا فقیه نیستن، اینا عالم نیستن، اینا مجتهد نبودن، اینا ابنای فارس نبودن.